خوب که باشه سلام علیکم برادرها هموطنان. درود به همه شما و درود خداوند و خانواده شما باشه. هموطنای عزیز، امروز راستی نوای یک جا اومدم که انا راستی یک گوسفند خرید رفتیم یک جا دوستو، یک گوسفند گرفتیم نوشرگی شوا انتخاب کم کشتنش 44 کیلو گوشت کرد. باور کن یا باگاج گوشت چیده است. کدام تا گوشت خور باشه بیه نکنم میدونم چیکار کنم. روزی 20 لیتر دیگه روغن گرفتم مایده و چیزای دیگه. ما گفتم میورا خونه برام ماشه جارت کنم که در ساتیلو دا بگیرم. ساتیل گرفتم نه یورا که جو بجو کنم. کدومی که جلان گوشت خریداریم به قایلا قوردوق. خب دوستای عزیزم، امروزه کم ترک درباره یعنی بای مفکوره بای فهمیش ما تو کجا و کجا میتونیم رویم گفتگی مسئله دا صحبت میکنیم. کدام مفکوره دا صحبت میکنیم حاضر معلوم میشه. و ما راه میبرم راه دا قچیمو چخ کده بگیم در همین مسئله میریم. عیناً مسئله درباره بگیم که من بدخشان صحبت کردم، بعضا پیشنهادها کردم و که همین خیلی شبه ما همین کمبودی را از بین میگیریم. شاید گفتگی صحبت کردم و بسیار بعضی انسان ها از دوستا از بدخشان بودگی بگیم برادرها و بعضی انسان ها شاید خفه شدن، نمیدونم چیکار کردن. یک کامنت هایی که بگیم که با یک نفرت انگیز بعضیش خلاص بگیم دلشون رو نوشتن که یعنی که گپی تا افسانه هست نمیشه و این خیلی دیگر. ببینید دوستای عزیزم، یعنی ما برای چی مسئله را گفتم، عموما برای چی گفتم این مسئله را خودی اگر ای مسلمانی مون بگیریم این طرف کم ترک اگر بگردیم مسلمانی خودی پیغمبرمون از چندین قوم زن گرفتگی بود. سبب چی بود؟ سبب تا که کمبودی هایی که بگیم همون بین ها هست همین چیزا حل شوند و مردم رو با بگیم که یعنی باز هم نزدیکتر شوه با او و باز هم تکلیف تنظیم و غیره بگیم مشکلات ها حل شوند. این اولین چیز است. یعنی که طرف من از اگر دین مون بگیریم گفتم، یعنی که پیغمبر ما از قوم دیگر زن گرفتگی و بگیم سببش هم همین بود. خب دیمی چیزی که اگر ما دنیا را نگاه کنیم، جهان نگاه کنیم، هیچ کار پستر کنیم صدوش فشاس کدیست برای خنکتره. آنا ببینید دوستای عزیز، اگر که ما نگاه کنیم جهان چندین پاچه ها، چندین شاه ها، چندین قوم ها قطعی بگیم جنگ جنجال و غیره کنفلیکت پرابلم هایی که اونو داشتن، یعنی عیناً خیش تباری بگیم که این مسئله در توچکه گذاشتگی هست. یعنی همین بگیم که خیش تباری کردن، فرزندوشون در دخترش دادن یا که دخترش در فرزند او داد عموما. یعنی که عیناً همین خیش تباری حل بسیار مسئله را بگیم که حل کردگی است. یعنی گرهی هزارها جنگ ها بگیم چیزها را یعنی پیش رخش عیناً همین بگیم که پیوستن فرزند ها بگیم که همین گره ها را کشوده کردگی هست. یعنی اولین چیز این تاریخ هم اثبات کرده میوه و دیگر بگیم که چیزم. اما من یک طرف گفتگی نبودم که شما بگیم که فقط دختر بدخشانی بگیرین. اگر که خیش رو گوش کنین من گفتم که برادرای عزیز یعنی که دیگر اکا و غیره ها دختر بتین دختر بگیرین، یعنی که ما خیش تباری کنیم، یعنی جدا نشون نمونن، یعنی که هر که برای خود یک کست علاهیده نشود در داخل تاجیکستان. این کمبودی میگم دوران دراز میرود و در این کمبودی
چقدر انسان ها را ما دست میتیم برای خطاگیمون یا برای اشتباهایی که ما میکنیم. یعنی امروز ما میتونیم پیش راه اشتباه را یعنی خیش تباری کنیم، یعنی باز هم نزدیکتر خیش تبار شویم گفته با این مقصد. یعنی که اگر تاریخ نگاه کرده بیاییم، از نگاه تاریخ بسیار دولت های بدن که بین یکدیگر می جنگیدن، بین یکدیگر سالها می جنگیدن. آتش جنگیده بود، بچهش جنگیده بود، نبیرش جنگیده بود، یعنی پکلینی نه پکلینی جنگیده می اومدن همون شاه ها. اما حل مسئله را یک اویله‌داری فرزندای اونها شاه ها یا که بگیم که نزدیکان شاه، یعنی با یک اویله‌دار شدن همین مسئله آهسته آهسته بگیم که جای خودشه میافت و حل شد. ما از همین نگاه دیده گفتم چه مزونه که ما یراق میگیریم، چه مزونه که دیگر کار میکنیم. یعنی ما بیشتر من فکر کنم دادگیری کردنی یک دیگر قطعی، یعنی خیش تبار شدن، آیله شدن، نزدیک شدن و بیشتر از یک دیگر خبر یافتن قطعی، ما این مسئله را تیزتر حل میکنیم و به جنگ جنجال به دست به گریبان حل میکنیم. من میدونستگی چیزا شاید حاضر بیننده های ما اکثرش ندونه، شاید بیننده های ما اکثرش ندونه واقعیت چی هست، حال چی هست، حادثه چی هست، آیندهش چی میشود، یعنی چی کار میکنن اینجا. یعنی من باز بیشتر من این سیتواسیون را میدونم. شاید برادرایی که در داخل بدخشان از سیتواسیون خبر نداشته باشن، شاید برادرایی که از کلاب هستن خبر نداشته باشن، اما جنگ داختن آسان است اینجا. و امروز هم اگر ما ببینیم بعضی انسان ها همین گپی ما را گرفته بگیم که پست ها کرده و بگیم که گویا که ما گفته باشیم که دخترای بدخشان را بگیرین تیز تیز چی شود، یعنی که دیگر من گفتم که دختر بگیریم قدگی را و بیا خیش تبار کنیم، که در حالاتی که این پرکتیکا از خود پیغمبرمون هست. این پرکتیکا، این کار، این راه حل مسئله بگیم همین کمبودی ها را یافته شدگی هست. این اول. دیمین صدها شاه ها، صدها بگیم که انسان هایی که دولت داری کردن از این پرکتیکه های بگیم خیش تباری استفاده بردگی هستن. یعنی تاچکه موندگی از هست انسان هایی که کراو نبودن وقتش ده حاضری چی گپ نیست، روزی میزنی یک گفتی هم گپو جنگ جنجال میکنی و تمام. یعنی زمانی بود کراو نبودن، کراو نی خون با خون، پکلینی نه پکلینی. یک کودک تولد میشید، کودک دیگر در اویله او باید اتوماتیک آشنا جورا رفیق نه باید ورگ میشدن، این شیشه میکشتن. برای چی؟ کدام زمانی بابا کلانی او را بگیم که بابا کلانی کشتگیه، یعنی که هم خیلی کراو نیابن. اما همه خیلی کراو نی مشکلی ها دا توچکه موندگی بگیم نقطه گذاشتگی مسئله. این مسئله یعنی آیله دار شدنی فرزندان همینا میشود، یک دیگرش دوست داشته میمونن، یک مسئله میشود نمیدونم. خلاص اینا آیله دار میشوند، اول ناراضی میشوند، جنگ جنجال میشوند. نو سراونو خلاص سراونو گفت میگن که لوبوف победит، یعنی این گپا پروستا تا گفتگی نیستن. یعنی عشق همه وقت غالب میآید، هیچ که پیش راه عشق گرفته نمیتونه. عشق یک چیزی دیوانوار است، این را یگان که حل کرده نمیتونه. خلاص عشق اما باعث شده یعنی همین مسئله حل میشه. یعنی چخیل از این تولد شده که فرزند باید همیشه بکشه ده پای دیو، برای که طرفش آتش های طرفش اوچش، یعنی همین چیز توچکه میمونه. خلاص من با همین مقصد بگیم که همین چیزا همین گپا من گفته بدم. اما از مثال خط لون از سوخت از دیگر جو یگان خیلی کامنت ننوشتن که مثال گیریم من یگان خطا گفته باشم
балки бисёри инсонҳо поддерживат карданд. Бале мо бояд хештавор бошем, наздик бошем, мо тоҷикистонем, ватан як дорем. Яъне бисёри инсонҳо ва баъзе инсонҳое аз видеоро мебинад, коммент намекунад ва хусусан худам дар лична мебироям. Бигем ки беҳтарин масъаларо монди гуфта, яъне ки ташаккурӣ карданд ки имрӯз бояд ин масъаларо бояд барвақттар мехезондем, барвақттар ҳал мекардем ира. яъне ки имрӯз боиси садҳо ҷон шида истодааст ин камбудӣ. мо мегем ки ин камбудӣ байни халқ нест, байни ҳукумат аст. Не, ин камбудӣ байни халқ аст. ин камбудӣ байни халқ аст, на танҳо байни ҳукумат. байни ҳукумати камбудӣ не. ин камбудӣ аз СССР дар байни мардум омадагӣ аст. ира қоил шен биромада, ина хеле конкретна қоил шидан да йигит шидан дар кораи биромада ки вале баъзе мебурад мегӯяд камбудӣ ҳукумат ай, ин камбудӣ не. ин камбудӣ ҳукумат нест. ин камбудӣ, ин мушкили мардум аст. аз азал мардум якдигар қатӣ меҷангиданд, мезаданд, сангсор мекарданд, корчазанӣ мекарданд, кашокашӣ мекарданд, разборкаҳо мешид, иша қабул намекард. тарафҳои домулои мо ӯро кофир мегуфтанд, яъне ки ӯ зан гирифтан ҳаром мегуфтанд аз уно дар суханҳошон. дар тамоми ҷо бигем ки яъне ки ин чиз, ин нафрати мардумӣ ҳаст, ҳукуматӣ не. ҳукуматӣ не. ира қабул кунед. ва агар нафрати мардумӣ набошад, ҳукумат ҳеҷ кор карда наметавонад дар ҷо. имрӯз ин камбудӣ мардумӣ буданша қабул кунед, бародарои азизам. реально қабул кунед. ман шумода ошкор мегӯям. дар интернет биромада бародарҷони ман, наиҷони ман, навҷони ман гуфтани ё ҳамашон як фантастикаи интернетӣ аст. Фантастикаи интернетӣ аст. Ман воқеае ки дида омадам то хурда меём. яъне ки бояд инсон худаш хичафар накунад. ҳамин конкретна гап занам. ҳамин дигар мардум ҳамун мардума қабул намекунад. ӯ мардум ин мардума қабул намекунад. ино фантастикан дигар. ман ки биё ҳамин тарафша нагум, сахти бад нагум, баъд мардум хафа шиданаш мумкин аст. ман хаша мегӯям ки тараф фантастика, иша қабул кунем. мо худмона утишат мекунем. ин проблемаи мо нест, проблемаи ҳукумат аст. ҳамин қадар мегем халос. яъне ки дигар не ки дар асл ин проблемаи байни халқӣ аст, байни мардумӣ аст, байни забонӣ аст, байни динӣ аст. яъне ки ин проблема тамоми шохаш бигем ки печида байни якдигар аст. оддитарин чиз дар ҳамин худи хуҷандам, дар дигар ҷоам маррака мекунанд, як кор мекунанд дар хуҷанд, бадахшонӣ файрод намекунанд дигариша. фақат меояд мардуми бадахшон ҳамҷа крайни случай наздиктарин ҳамсоя. баъзе инсонҳо қати агар ҳамин хел наздик набошад, ина хеле бигем ки ҳамсоя ё ки уна дома файрод ки ё инаи дома файрод ки ё инаёра файрод ки биёя мисол гире маракара бигзаронем, ин чиз намешавад. аввалин чиз биёед мо ошкор гап занам ва шумо ошкор қабул кунед, фикр назартона бинависед. ё ки дар дигар ҷо агар туй кунад, унаҷа ҳамаро файрод кунад, унаҷа як хонаи помирӣ боша, ӯро пропускат мекунанд, дигара файрод мекунанд. мо мардумӣ проблема дорем, ҳукуматӣ не. мо мардумӣ проблема дорем. ӯ як каса бародарҷон мегӯй, ду каса бародарҷон мегӯй, ӯ не. шумо мардум ӯ мардума қабул надоре ва ӯ мардум шумо мардума қабул надорад. ира реально қабул кунед, шумоам ӯам. ин масъалаи қавмӣ аст. ин масъалаи қавмӣ, динӣ, бигем ки бисёр мушкилоти калон ҷудо карда мондан, садсолаҳо ҷудо будан аз якдигар, наздик набудан, шинос набудан,
ما از اونا بگیم که با گپی کیم کدام یک بلد ملا گیره که دور زمانش دا پیخت کرد در گوش ما نفرت داخل کرد اکما وش نمیدونم در درونشون کیا این نفرت طرف ایش داخل کرد برای که من در درونشون نبودم. ما اون چیزی که در درونش بدم ما از همین حرف میزنم که نفرت خلاص قبول ندارن. در نوی اروپا همچنون است. او خیات هست باشه مثال گیریم خیلی خاطر شناسی دوستی سلام علیکی خیلی بیا میگوی خبر میکنی نیکی این همیجا 100 تا دیگه پومیری است بگیم مردم بدخشانی ما 100 تا زیاد است. ما یگان تاشا نمیشناسم. یک برادر مثال اکا علیم شیرزمان نمیشناسم قطعی سلام علیک میکنم خونش میرم بعضن وقتا خونم میویم میشینیم صحبت میکنیم یک انسان قطعی ما معرکه کنم میویم و معرکه کنه یگان چی کنه فایرات کنه ما میرم خونش میرم یک آدم هم میشناسم. اگر 100 تا باشه 99 تا دیگه شما نمیشناسم. برای چی؟ برای که ما قطعی اپشنی نیست روابیو نیست یگان برنامه ما دا یگان سیاسی نه یک برنامه فرهنگی مدنی جمع شویده مثل جمع نمیشوند و جمع شوند خودشون علاهیده رستوران ها رزکس میکنن یا یگان جورا میروند میشینن کارشون میکنن. ما مردمی جدای میرم. من برای همون گپا گفتم که ما باید اوجه مردمی نزدیک شویم. خلاص من شما را مجبور نکردم و من شما را تحقیرم نکردم نه ای طرفته نه او طرفته. من یک جوانی هستم که هم لبوی فریم آشکار شم میگم. من همین فکر نظر و توصیه خود ما گفتم که همین خیل کنیم از نگاه ما خوب میشوم و باز هم جمعه گفتم که من زنگیرم تیارم یعنی که جستجو ده هستم اتکریتا میگم اگر باشه گفتم اینه مثال از دخترای بدخشان خودمون باشه و هم وطن خودمون است و شاید یک آیله را بگیم که کمبودیش حل کنیم شاید یک منطقه چرا کمبودیش حل شود. مثال من گفتم من آیله دار میشم تیارم گفتم آیله دار میشم و امروز هم ای گپم گشتگی نیستم. اما در باره که من گفتم که آدمایی که زندان کرده ایستاده نماشه در اینجا محکم کرده ایستاده ایدام زواد پواد میکشودن همیار همی 20 سال 15 سال حکمی کار میدادنش میرفت در همجا اندی کار میکرد. یعنی این واقعی این حقیقی است. هر یک تاجیکستانی حق داره در لبای جای تاجیکستان بره زندگی کنه. باز هم میگم یگان انسان زمین حساب سیستمی نداره در تاجیکستان که خاص با یک ملت یا خاص با یک بگیم که انسان تعلق داشته باشه. نه زمین تاجیکستان از هر یک تاجیکستانی است. یعنی هر یک تاجیکستانی حق و حرکت داره که در کدام منطقه خواه خانه بسازه زندگی کنه. ایره هیچ که من کردن نمیتونه و هیچ که گفتن نمیتونه این زمین ما هیچ که نمیوید. این اولین چیز. دومین چیز در تاجیکستان ما اصلا جنایتکار نیست با تهمت زندان شدن. پروست ما را ما گفتم چیم درم داخل زندان عذاب دادن غم دادن پوسوندن. شاید یگان همون منطقه ما مثال سنگ ابرابود کنیم تیلا ابرابود کنیم یک زواد دیگر سازیم یا یگان کارخانه دیگر یگان چیزی دیگر باشه. همیا را چیم 20 سال 30 سال در داخل زندان محکم کردن همینا را 20 سال کاری بته. من نه تنها گفتم که در بدخشان من گفتم کلا هر جایی که باشه همینا را کار بتن 20 سال همینا کار کنن. این چیزی سیمین چیزی از نگاه ما است. من در کلای شما بازم میگم گرزید نکرده ایستادم. سیمین چیز پرگرانیچنی زونای ما همه وقت نیاز داره با приграничный зонаи мо ҳама вақт ниёз дора ба бигем ки инсон яъне ба охрана яъне ӯ территория бояд наслиёни ҷо бошад. ӯ шахси хонаи ягон кас нест. бигем ки як инсон дар оҷо ҳақ дорад дигаре
دیگری بگیم که حق نداره. یعنی این چیزا از سراتون دور کنین هموطنای عزیز. این چیزا تو اگر ما و شما نزدیک نشیم، تو اگر ما و شما خیش تبور نشیم، این کمبودی امروز هم نه، فردا هم نه، بس فردا هم نه، تمام نمیشه. برای چی؟ برای اینکه این چیز ریشه کهنه شدگی است، که نه ریشه داره. اوجه این چیز جنگل شدگی است در مغز، یا که بگیم که در دل مردم. و تا امروز من بسیار اینفرماسیون دارم در داخل بدخشان. مثال گیریم یک دیگر انسان گشته نمیتونه، هم خیر بگه شما ببروی، حتی که افسر و سربازو از خیش تبروی خدمت کار کردن اومدن. مثال میگم تا بگه میشوا میبروی جا بیاگ جا میرای کی تا پومیری گپ زده اینجا. یعنی که ما همه مردم پومیره نمیگم بدخشانه که مثال گیریم هم خیلی است، اما این چیز هست در درونش و این چیز هم کنترل نمیشه در درونش. یعنی این چیز هست. تا اینجا بگیم که چی گپ زد، پومیری گپ زد، اینجا کلوب نیست دا، اینجا تا دوشنبه نیست، اینجا لیل‌نابود نیست دا، اینجا پومیره. این خیلی کمبودی هست و این کمبودی نه تنها در بدخشان، در کلوب هم هست. در کلوب یک انسان دیگه اگر گفتی هم گفت مالش لهجت بلجغه اگر گفتی هم گفت پرابلم سر میشه. و اینجا بیو هم اینجا چو کدی ما گجو میشه، گجو میره. این چیز هست. این چیز من اکثری بدخشانی گفتنی نیستم. من بگیم که خدم از کلوب اگر که لهجم لغجیدم و لجغیدم اونو گفتی هم گفت جمعه تا یک جوی بچه کی تو بود کی بود و تات کی بود اف پشتکو بگوی بوتی کی ما فلانیم. و این چیز عادی‌ترین در همین اروپا هم هست. مثال گیریم ایک جوی ای واسه یا که فلان جون کی هم فامیلیات اونا فلانی اما کی چینم داره، بوبوت چینم داره، مومت چینم داشت. یعنی که ترا او تچنید کردن که تو راست گفته ایستادی که نبیره رئیس استانه هستی، نه بگیم فلان و فلان و فلان انسان ها امکیات میشون، اماتی نه انسان های همین را تو باید که ناماش خطی باید اهل اولاد تا دکزت کنی که تو پروست پستک گب نزدیستی که من نبیره فلانیم یا که خشتبار فلانیم. این چیز هست. یعنی برای هم میگم که این چیزها از بین چی مردمی بگیم که کلوب، چی مردمی بدخشان و چی مردمی سوغدیمو که باشه. مثال مردمی سوغدیمون از پروست میکنن دیگه چی قطید نمیشینن، نزدیکت نمیشون. همه ما عیب خودمون داریم، همه ما پرابلم ای خودمون داریم. سر سودا کورت هم میکنه، مثال قطید جوراگی نمیکنه، قطید نمیشینه. خیلی نو که شیشته جورا شده مردمی سوغد بولی ارالش شدن از بس که بیشیور رفتن. بگیم یک بار یک برادر سوغدی من کلوب آوردم. بعد از اومدن اوجه مردمی کلوبی ما که بیشتر سوغد رفته بدن، بگیم که شناسایی داشتن، بگیم اوجه خیلی کم ترکک بگیم که الفاویتوی رازبور کجا میره خیلی تتصر دادن دیگه اومدن میگیره حیوان بود. الفاویتوی رازبور پس بروی خیلی کمتر بود سال زمانش قطعی. بعد از اومده دیدن مثال گفت که ایما کلوب دیگه خیلی تصور میکردم. ما گفتم هم تصوریت شاید 10 سال پیش اگر میومدی عیناً در بالای هم تصورت میزدی. حاضر کم ترک اینه اوجه یک دیگر را شناختن، یک دیگر را رفت رو بیو کردن. بگیم که این مسئله را برداشت از بین انچه برداشتگی است. خلاص همین خیلی حتی که ما از این کوچه در دیگه کوچه میرفتیم او را میزدن مثالی و ای کوچه دیگه کوچه ما میومد ما میزدیمش. تمام بود. ای قشلوق میرای توی رفتن هم میتونستی میزد. یعنی یک ما یک در درونی ما
یک ننویس تربیه شدگی است. یعنی ما فرزندای عیناً انمو زمان هستیم و بعضی کلانای ما مردن رفتن، بعضی‌هاش موندگی هستن. نه که من شخصا خودم فرزندی همو زمانم، فرزندی او زمانی که در قشلاق می اومد میزدی و قشلاق میرفت میزدند، قشلاق دیگر را میزدی، در یک ترس همه برومد یا یک کس اومده است یا میزدد یا میزدی، دو واریانت داشتی، یا میزدی یا میزدی. پروستا تک ای بارش گذشته سلام کرده گذشته احوال پرسی کردن نبود. من فرزندی انمو زمانم گیم، انمو زمان یعنی کودکیم در انم خیلی کوچه ها و در انم خیلی بازار و در انم خیلی مرکه ها گذشتگی است. یعنی جوانیم کودک بگیم همون سن ساله پادروسکی возрастم. یعنی این چیزا ما توغری قبول کنیم. وقتی که ما میبینیم از نگاه ما میگم که کمبودی همی است، شاید راه حلش همی است و این مفکوره مردم داره گویا که من فردا گرفتم یا را نیکو کرده در یک دیگریش داده استودم، نمیدونم چیکار کرده استودم، یا چی مفکوره دارن، تو خطا میکنی، تو اشتباه میکنی. بولی ننویس دیده میشود در اونجا، یعنی نفرت دیده میشود در کامنت، نفرت دیده میشود. حتی که دوستت است، برادرت است، صحبت میکنه، قطعی تو سلام علیک است، بسیار یک صحبت خوب میکنه. اما اگر که ملیشی اگر در ادرسی او اگر که بفهمیشی او در ادرسش خطا بروه، اوجه و автоматик گفتی همون گپا کو نمیگه که بیست همین انسان فکر نظرش گفت، فکر نظر همه آدم است. شاید از نگاهی همی باشه ما یگان کمبودی نداریم، شاید پیشنهاد چکر خلاص اوجه ننویس قطعیت صحبت میکنن. نمیدونم اگر که ما این نفرت همون باشه پس یک واریانت داریم، همین امروزه را دوام دادن، دیگر واریانت نداریم. این را قبول کنین، هر طرف قبول کنین، همین چот که یاسنا قبول کنین. ما بیرن از دوام دادن این مسئله یگان پیشنهاد دیگر داشته باشین، حل همین مسئله را بنویسین. میگه که حکومت بمبره ایواز شوه، بمبره مسئله حل میشوه، من شما دا میگم حل نمیشه، حل نمیشه. ایرا 100% قبول میکنین شما، میدونم که حل نمیشه و این چیز میدونین، پسیخیچسکی میدونین، نه که خطون شاید فهم کرده بگین نه التیموس در وقتی همین بگیم گپ زدی است باشیم، نمیدونم کدام است که زنگ زده است. اگر که تو این مسئله را ما مردم بین خودمون یعنی حل کرده، فرزند داده، فرزند گرفته، بگیم که خیش تباری کرده، اگر این مسئله را ما حل نکنیم، یعنی این مسئله موندن بگیره، گرچند میگه موندن بگیره، همون هر چیزی که بسیار موندن بگیره همون قدر بگیم که یعنی گازش زیاد شدن میگیره، روزه میکفه، رانه ایلی پوزنه ای میکفه، کنکریت نمیکفه. این پرابلم را خطونم نغز میدونیم. برای چی؟ برای اون که یک چهارشنبه را یگان کس چشم دیدن نداشت. نمی چهارشنبه یک سپارتسمن بود، یگان کس چشم دیدن نداشت، یگان کس پدر جد نمیکرد بغیر زمان کرد در اطراف خودش یا که هر زمان چیزی خودش. من نمیدیدم که بلد کنن مردم. برای چی؟ برای اون که او یک امو مفکو امو بگیم که واسپیتانی داخلی خودش داشت، او قبول نداشت دیگر تاجیکستان. وقتی میپرسیدن که تای تاجیکستانی میگفتیم ما پامیرم، گویا که پامیر در امریکا باشه. پامیر خیلی تاجیکستان در یک ولایت یا یک منطقه تاجیکستان است، یعنی که قبول نداشت. یعنی این طرف خیلی واسپیتانی شدگی است، طرف دیگر خیلی واسپیتانی شدگی است. یعنی تربیه دو تا فرق کننده است. اینا قبول کنید. اگر امروز ما حل نکنیم با خیتون میدونید. من گفته استودم من هم یک تاجیکستانی فکر نظر و همین مسئله را گفتم شاید هم همین خیلی کنیم حل میشه. من شما را یگان تا نیکو کرده ندادم.
و بگیم که یگان کاری دیگر کردگی نیستم. باقی خطون میدونین دوی اسبتون میدونه همین چند قدر اگر یا سیوا در دنیا بانکا محکم که دانش زکروتکا کمون همون پوسیدن بگیره همون قدر هوا وزدخ گرفته گاز پر میکنه همون قدر و ایستوده روزی همون گفت که همون گپو باید میکفه و امروزه کنفلیکتی ما و امروزه نیستی ای از ازل از کم که سالها آمده ایستودگی کنفلیکتی ما و روزی میشوه بگیم که میکفه وقتی کفید مثل اونمون 91 92 اینن همی چیز کفیدگی بود اینن همین مسئله شده بود همین ننویستی بگیم که ایش در ایش جنگ جنجال ایشش قبول نمیکنه دیگرش قبول نمیکنه بعدی 97 هم گفتی همون گپو ما گفتگیش من گفتگیش هم میپروند من گفتگیش ما گفتگیش هم میپروند برای نمی یک کلمه میپروند که ده توانه نویس بود که تا از او طرفی ایش بوشه تا از این طرفی و اون نویس تو امروز اومده است من براتون گفتم که در روسیه پدر یک جده تجمع بود ما یک جا کار میکردیم ما که از خطلون هستم او از طرفی بگیم غرم هستم ما کلوب او از غرم پدر او در جنگ مردگی بود است او خردسال بودیم و روز هردش در داخل لیس یک جا ما در این دیرونی زندگی میکردیم و از این دیرونی با دیرونی دیگری بگیم که کار میکردیم یعنی تقریبا یک 300-400 متر 500 متر دورین جنگل قطیب میگذشتیم و روز تصمیم میگیرن اکا دودر برای چی؟ برای آن که ما کلوبی هستم اوتای او را کلوبیو کشتگیان و در داخل جنگل دکسه در من اپادت میکنن ده خونه خواه میکنیم ده جا اوقات میخریم در یک خونه ایم نان چون میکنم نان میخرن اوقات میپزم بگیم که او میگن که برادر خودت اوقات با مزه میکنی برادر خودت نانای خش رو میپزی بپز بگیم که نان میکنم و با کردمونن ما پیشتر میام ما میگم که ما برام اگر نان پون کنم بچه شما بزنینی را بیاین من نان تیار کنم تمام برم با یک دیگری ما برادر براتن گفته صحبت میکرده اینسان همین قدر مهربان صحبت میکردیم بین یک دیگریمون какой-то روز ریسک آتشون دایاتشون زد روزی مرده آتشون بود است نمیدونم چی بود است کلابی کش گفته برای که سببش ما کلابی بودم در داخل جنگل اکاو دودار مدن پدت کردم و دکسه خواستن مرا بکشن میکشمت میگن اتکریتا میگن ما میکشمت کلابی لوگیک تقریبا 7-8 مدت یک جا زندگی کرده بعد از او دودرش اومد اول دودرش نبود همین مسئله خیلی شد اول دودرش نبود دودرش اومد اکش رفت بعد یه مدت بعد اکش اومد دودرش قطیمه ایستود بگیم یک دوتا بچه بگیم که از خوجاندم بودن کلوچه اکاو دودر زمینیت کردن جوشونه اول اکش قطیم بود یک دسه مو بعد او رفت بعد دودرش اومد دسه ماه دیگه اکش نبود دودرش قطیمون بود همون اکا گفته با در پیش ما بعضن حالت خوجندیو که بودن در اونجا در خوجندیو نفرت کردم ایستاده که میشول گیرم تریای ما میگفتم برادر عزیز همین آدمای ما هم آدمیم چیکار میکنی همین کمبودی را چی کردم خب دودرش خیلی مایده تر بود او خودش همغل خودم بود و یک روزی گشت اومد خودش دکسه و بگیم دیتا یه مو یکنی مو دیگه با زندگی کردیم دارم تقریبا 7-8 ماه گذشت از بین و بگیم که دکس تصمیم گرفتن که مرا بزنن یا که بکشن یعنی ببینین این کیم کدام پرابلم مرا امروز ما باید حل میکردیم در همونجا و حلم کردیم همونجا حلم کردیم برای همون ببینین امروز وقتی که این حادثه ها میشوه که یک سال 90 بدگی چیزا بگیریم اگر و میدونین که پیش این 90 پیش این او این کمبودی ها هستن
چیزا میشود و این چیزا را باید من تو باید فکر کنیم در بالاش. در بالای این مسئله ها باید ما فکر کنیم، نه اینکه نفرت بنویسیم، نه اینکه کمبودی بنویسیم، نه اینکه بعضی انسانایی که در زندگیش گفتی همون گپو رنگ همون خر افندی بوری اور پورا دیده است از خنده رسد شده است یا که نمیدونم نو شکم شاینون سر شدگی است. امروز میخیزن گفتی همون گپو توتوک زده گشته ایستادن. من توتوک نزده ایستادم، من حل مسئله و پیشنهادی خدمت کردم. شما میتونین قبول کنین، شما میتونین رد کنین. من در بالای سر شما نه دپوتاتم، نه پرزیدنتم، نه دیگر چیز هستم که بالای سر شما رو نویازت کنم. اگر بدنم دا میدونستم که کدام راه همه بگیرم و کدام مسئله قطعی حل کنم. ایمینا در باره زندانی خودتون میدونین، اما زندانی با تهمت شدگی هستن. همشون بچه ژورنالیست بگیم نویسنده هست، عالم است، ادیب است، با عقل است، حکومت دا تسلیم نمیشدگی اینسانو داخل زندان است. من با همین مسئله گفتم، نه تنها در اونجا بلکه در دیگر جا هم همین را 20 سال کارش بده برای کار کننده و درآمد بیاید، دولت ده اکونومیک ده فایده بیاید. این مسئله ای ثابت هم از خلاص باقی خودتون میدونین. اما تنها از ما را وقتی کمه جنگا بود 44 کیلو گوشه گوشت خرگوش بزنین بیاین. من را باید خونه برورم و بگیم که مایده دیگ در پارتوفتا گردون کدام بگیرم. روزی دل جگر مایده کده دست کورد که قطعی پیوزچه میوزچه خیلی داملامچه میکنه میپرتایم. پاکه ای طرف تایور شده نه، ای طرف هم مسئله شه حل کدن میگیریم. بریون کده دست سطیل میگیریم میمونیم. کدامی که گوش خر باشه برای من فرق نداره ایل بوی جو در اینجا باشه. یک روز نه روز در خونه مهمون شدیم، قیلتون در پیشتون میمونم. یک قیله میزنه شکم تو سر میشه. همه تون دوست میداریم، از بدخشان تا به ختلون، سوغد، رشت، تمام جای تاجیکستان برای مرا وطنم است. همه تاجیکستان از ما فرزند و سرزمین است و همه تا اعتراف و احترام دارم. باقی فکر در دست شما از چیزی میخواهیم بنویسین زیر سلامت سربلند باشین. بعضن حالت ها از نوشته شما مفکوره و فهمیش شما و نفرت شما از همون کامنتاتون دیده میشه که شما چی نظر دارین. خونتون آباد، بیچاری بد نمیگم. بیاین گوشت خری.